بود. چه خوش بود روزگار خرسواری، درشکه بود و اسبی بود و گاری. پژو پارس رضاخان نرخرش بود، دو کابین رجبکور از ترش بود. نه کس در خانه اش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نه بی خود کس به خرها گیر میداد، نه یک خر عده‌ای را زیر میداد. خری راه خری را سد نمی کرد، چرا قرمز را خری رد نمی کرد. راننده خر حواسش فرط نمیشد، کسی با خر به دره پرت نمیشد. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری به خری. سفر با خر اگرچه که دراز بود، ولی کوتاهتر از صفهای گاز بود. نه از بنزین نه از گاز بود خبرها، نداشتیم دود در اکسوز خرها. خداییش خرسواری خیلی خوب بود، کلاج و ترمزش یک تیکه چوب بود. نه تک چرخی نه ویراجی نه بوغی، نه سبقت نه ترافیک شلوغی. نه خرتازی خر بود در بیابان